سلام دوستان، یه سایت رو میخوام بهتون معرفی کنم که شما با تماشای ویدیو تو یوتیوب یا یه چند تا سایت میتونید بزنید روش. یه ثانیه شمار داره، پر میشه و بعد راحت یه درآمدی رو به حسابتون واریز میکنه. این سایت که میخوام بهتون بگم اینه. مثلا الان شما رو ببینید حساب من اینجا صفر مارش، اصلا اونقدر زیاد 0.06 و اینجا نوشته وظایف. ما وظایف روش هایی که میتونیم ما درآمد داشته باشیم از این سایت. حالا مثلا اولیش بهتون توضیح بدم. یوتیوب، ما رو یوتیوب کلیک میکنیم. اول از بخوام یوتیوب با تماشای فیلم های داخل یوتیوب درآمد داشته باشیم. خب روی اولی کلیک میکنیم، ثبت میکنیم تا واز بشه. هم میتونیم 10 ثانیه وقت بذاریم که تایم ویدیو 10 ثانیه بره، یا نه اگه میخواید اینترنت هم مصرف نکنید. الان بهتون توضیح میدم چجوری. بعد اگه دیدید این مشاهده را تایید کنید، کلیک میکنید، این پول به حساب ما اضافه میشه وقتی که صفحه رفرش بشه. اگه میخواید اینترنت مصرف نکنید، روش کلیک میکنید رو ویدیو دومی. قبل از اینکه ویدیو باز بشه ثبت میکنید، وارد یوتیوب میشه. قبل از اینکه ویدیو باز بشه برمیگردیم، هیچ فرقی نمیکنه. باید 10 ثانیه گذشته باشه وقتی که کلیک میکنید روی این ویدیو رو تماشا کنید. باید صبر کنید 10 ثانیه بگذره. یا میتونید خود ویدیو رو ببینید، یا میتونید که اینترنت مصرف نکنید برگردید عقب. مثل من الان اینجا کلیک میکنم، نمیخوام اینترنت مصرف کنم، برمیگردم عقب، ثبت میکنم 10 ثانیه بگذره. نمیتونم تون کلیک کنم، باید حتما از کلیک اول با کلیک دوم 10 ثانیه گذشته باشه. حتما یادتون باشه این مشاهده را تایید کنید و بزنید بعدش. وقتی صفحه رفرش شه، این مبالغ به این حساب اصلی من که اینجا نوشته اضافه میشه. خب یه جور دیگه میتونید درآمد داشته باشید از اینجا. چی جوریه؟ رو همین کسب درآمد کلیک میکنیم روی موج سواری. حالا یعنی چی؟ یعنی چند تا سایت میاره، کلمش معنیش برای ما فرق میکنه، ولی میخوام تو این سایت بگم رو موج سواری چی براتون میاره. روی موج سواری که کلیک میکنید، مثلا رو همین اولی کلیک میکنید، نوشته شروع به تماشا کنید. ما اینجا شروع به تماشا کنید رو میزنیم، ثبت میکنید. اینو بعد ثبت کنید سایت واز شه، نمیتونید بیاید عقب. این بالا یه ثانیه شمار داره کم میشه، باید وایسیم تا این ثانیه صفر بشه. مثل یوتیوب نیست که بتونیم برگردیم عقب، باید صبر کنیم تا حتما صفر بشه. وقتی صفر شد خیلی راحت روش کلیک میکنیم و اینم همونجوری درآمد به اون کیف پولمون اضافه میشه. برمیگردیم عقب. حالا یه دونه دیگه انجام میدم که شما ببینید. اینجوری کلیک میکنیم، کلیک که سایت واز بشه. اینم مثل همون. حالا هر کدوم هر چقدر این ثانیه‌اش بیشتر باشه مبلغ بیشتری میده. اونجوری نیستش که ثانیه‌اش بیشتر باشه مبلغش کمتر باشه. ثبت میکنیم ثانیه بشه صفر، کلیک میکنیم اون مبلغ به کیف پولمون اضافه میشه. تمام. برمیگردیم عقب. ببینید حساب من اینجا الان اضافه شده 0.15. یه رفرش میکنیم 0.19. یه ویدیو یوتیوب دیگه هم ببینم که شما ببینید مبلغ اضافه میشه. حداقل برداشتش با پایرم 3 روبله. این یه سایت روسیه، به 3 روبل برسه شما میتونید برداشت کنید. یعنی با چند تا ویدیو، یعنی با چند دقیقه وقت گذاشتن خیلی راحت شما میتونید به 3 روبل برسید و برداشت کنید. هیچ محدودیتی هم نداره، کلی ویدیو همینجوری بزنید نگاه کنید. خیلی سایت خوبیه برای کسب درآمد. اثبات برداشتش هم اگه خواستید براتون میذارم، چون من تازه برداشت کردم 3 روبل نشده حسابم، بعد خودم بشه 3 روبل
تا بتونم برداشت کنم. مواظب خودتون باشید، سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.